ای پروردگار من، با آنکه خونه‌اش کوچه شده است، با آنکه شکمی گرز ندارد، با آنکه کسی ندارد، با یتیمان، با آنکه کارش دشوار است، با آنکه در تنگ روزی مانده است، با آنکه غمگین است، با آنکه آرامی ندارد، با آنکه بیمار است، با آنکه در بستر بیماری خوابیده است، با آنکه دلش پر از درد است، با آنکه دستش در تنگی مانده است، با آنکه دلش مجروح و آزرده است، تو مدد کن یا ربی من.